در تالار قصر فرهنگ شهر کلوب با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایر به عملی سازی چراهای ترغیباتی و تشویقاتی و راه‌اندازی تدبیرهای فهماندهی میان اهالی جهت استفاده بری صرفه‌کارانه نیروی برق، ملاقات و واخوری گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانزاده عثمانعلی یونسعلی، معاون پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان، دیرکتور دپارتمنت رشد شبکه‌های برقی جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق، دیرکتور فیلیال جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق در منطقه کلوب، دیرکتور اجرایی گروه تطبیق لایحه کم نمودن تلفات برق و کارمندان و برقچیان منطقه کلوب اوید به پیشگیری نصب و استفاده تجهیزات استحصالی کریپتو اسعار غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده نیروی برق، پس کردن تلفات نیروی برق و جمع‌آوری پوره مبلغ نیروی برق استفاده شده جلسه کمیسیه دایم عمل کننده برگزار گردید. ضمن سخنرانی مسئله با نیروی برق تامین نمودن اهالی هدف افضلیتناک دولت و حکومت معنی داد شده. در این سمت از جانب حکومت کشور دوره به دوره تدبیرهای ضروری عملی گردیده ایستاده است. اظهار گردید که با وجود تطبیق لایحه ها و جلب سرمایه گذاران مشکلات و نارساگی ها در سمت استفاده بری قوه برق هم از جانب مشتریان و هم کارمندان شبکه‌های برق به مشاهده می‌رسند که اصلاح سریع را تقاضا می‌نماید. با همین نظرداشت ضرورت پیش آمد که با مقصد هر چیز زودتر رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی و تامین اهالی کشور با برق دائمی با تشبث به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با مقصد پرزور نمودن جوابگری جنایتی تغییر و علاوه ها وارد کرده شد. هدف اساسی ملاقات و واخوری نوبتی نیز به این سمت نگرانیده شده پس کردن تلفات، پرداخت سریع وقتی مبلغ استفاده شده، پیشگیری غیرقانونی استفاده نیروی برق و رعایت حتمی طلبات‌های قانونگذاری کشور از مهمترین مقصد جلسه مذکور ارزیابی کرده شد. ضمن برآمد و پیشنهاد معروضه‌های حساباتی با آوردن مثال‌ها و دلایل واضح و مشخص سطح فعالیت کارمندان شبکه‌های برق در شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار گرفت. طبق معلومات و نشاندادهای آماری پیشنهاد شده که در اساس نتیجه سنجش و تفتیشات گروه‌های کاری مقامات حفظ حقوق معین گردیده است وضع فعالیت نمایندگان شبکه‌های برق در منطقه کلوب نگرانی کننده ارزیابی گردید. با نظرداشت نشاندادهای آماری و تحلیل و سنجش حالت‌های آشکار شده غیر قانونی استفاده بری قوه برق در اکثر موارد دست داشتن کارمندان شبکه‌های برق معین گردیده نسبت آنها در دایره قانون‌های عمل کننده تطبیق چاره‌های ضروری در نظر داشته شده است. نتیجه حسابات و معلومات پیشنهاد شده معین نمود که تلفات نیروی برق در شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب تا حال نگرانی کننده ارزیابی گردیده برای حل مشکلات و مسئولان دستور و سپارش‌های قطعی داده شد. طبق معلومات در دوره 3 ماهه سال جاری تلفات نیروی برق در شهر کلوب 37.1%، در ناحیه دنقره 32.9%، ناحیه واسه 34.2%، ناحیه فرخار 29.2%، ناحیه میر سعید علی حمدانی 32.9%، ناحیه تیمور ملک 32.6%، ناحیه مومن آباد 28.3%، ناحیه خوالین 31.7%، ناحیه شمس‌الدین شاهین 27% و ناحیه بلجوان 30.3% معین کرده شده است که حالت مذکور تشویش آور عنوان گردید. از جانب معاون سروزیر مملکت نمایندگان مقامات حفظ حقوق وظیفه دار کرده شدند که در اساس اجرای طلبات‌های قانونگذاری کشور و تغییر و علاوه‌های وارد شده فعالیت تمام کارمندان شبکه‌های برق شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب با تأسیس گروه‌های کاری زیر سنجش و تفتیشات عمیق قرار داده شده. عامل‌های اساسی زیاد گردیدن تلفات نیروی برق آشکار و جهت حل مشکلات موجوده چاره‌اندیشی کرده شود. همزمان دایر به تامینات شبکه‌های برق با متخصصان صاحب تخصص و مسئولیت‌ناک نیز دستور سپارش‌ها داده شد. در ادامه جلسه اظهار گردید که استقلالیت انرژتیکی از هدف‌های استراتژیک و نشانداد اصلی برای پیشرفت اقتصادیات محسوب می‌یابد. در زمان
صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان به بنیاد نظام یگانه و به کار انداختن اقتدارهای بزرگ انرژتیکی نائل گردید. برای نائل شدن به نتیجه های بهتر در سمت رشد ساحه انرژتیکی کشور و در نزدیکترین مهلت تطبیق یکی از هدفهای استراتژی مملکت رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی، بلند برداشتن معرفت استفاده بری صفحه‌کارانه نیروی برق را از عامل‌های مهم معنیداد نمودند. در رابطه با این معاونان رئیسان شهر و ناحیه‌ها پارش گرفتند که بهر ترغیب و تشویق و شرح و توضیح تغییر و الهه‌های وارد شده، پیشگیری غیرقانونی استفاده بری نیروی برق و دایر به دیگر مسائل مربوط به این ساحه کارهای فهماندهی را در بین اهالی با اصول دهه به دهه و خانه به خانه به طور منتظم راه‌اندازی و عملی نمایند. خیرنسا مرادزاده، محمد میرزا، شهر کولاب، اخبار.